یا مثلا به یکی از ارگانهای دولتی کار کنه، سر مردم عام به نام این و آن ازش استفاده کنه یا ظلم کنه. آدم بره در امر بالمعروف به نزدیکترین محلی که قرارگاهشان هستن شکایت کنه، در شکایت از اونها رسیدگی میشه. ما ایره شنیدیم و ما خود ما شخصا طالب که واقع مواجه نشدیم. ولی بسیار خوب شده، ارزیابی بسیار نیک است. هر چقدر در سر قانون، در سر همی که یکی به سر دیگه حاکمیت پیدا کنه، سلسله مراتب ایجاد شود، یک احترام است به مردم، یک گپ بسیار نیک است. ما خوشبین هستیم از این کار. بازم از شما جان سپاس که همچه یک برنامه ایجاد کردین که صدای ما رو به گوش کسایی میرسونین که نشنیده اونا آگاه شوند. ولی پیشنهاد ما چندان نداریم، یک پیشنهاد گپ بد نیست، اما من فعلا که برخورد میکنم برخوردشان بسیار قابل قدر هستن و ازشان احترام داریم و پرسنل خصوصا همین پرسنل حوزه 18 امر بالمعروف نیز منکرشون بسیار آدمای نیک، آدمای شریف، آدمای برخوردشان احسن هستند.